خب دوستان، ما یه مرحله پیش رفتیم. از اینجای کار به بعد دیگه واقعا آموزش میخواد. من فقط جهت نشون دادن ادامه جریان استخراج پین های سی پی یو یه مقدارم تو این ظرف هم مونده که اونا رو سعی میکنم بعد بیارم این بعد. به این ترتیب ما 2 مرحله دیگه هم داریم که تقریبا کار رو بتونیم در بیاریم. اینا دیگه تمام ناخالصی ها و اینا داره بین میره.